خب داری شنا میزنی، میخوای قوی تر بشی، سینت و بازوات حسابی پر بشن، ولی راستشو بخوای بیشتر آدما شنا رو کاملا غلط انجام میدن. اشتباه بزنی نه تنها زحماتت دور میره، بلکه شونه‌هات، مچات و حتی کمرت هم میره زیر تیغ. اگه نتیجه نمیگیری یا شنات خیلی سخت به نظر میرسه، یعنی حداقل یکی از این 7 گند رو داری میزنی. بمون پیشم تا آخر ویدیو دقیق میفهمی کجا رو باید فیکس کنی. یه برنامه 7 روزه ریست شنا هم بهت میدم که فرمت بشه عین ساعت. چند دقیقه دیگه 7 تا از بدترین اشتباههای شنا رو میبینی. یه سری تغییرات کوچیکو یاد میگیری که فوری شناتو ایمن‌تر و دقیق‌تر میکنه. و با یه برنامه 7 روزه میری خونه که فرمتو از نو بسازم و بالاخره نتیجه بگیری. آماده ای؟ بزن بریم و یکی یکی چک کنیم. اشتباه 1، آرنج ها رو مثل بال مرغ باز میکنی که این قاتل اصلی شناست. اگه آرنجات پهن بشن، شونه ها تحت فشار شدید میرن. به جاش آرنج ها رو حدود 45 درجه از بدنت نگه دار. اینجوری سینه و سه سرت بهتر کار میکنه و شونات در امان میمونن. اشتباه 2، لگنت میفته پایین. اگه لگنت به سمت زمین میره، این شنا نیست، یه فاجعه کمریه. عضلات شکم و کمرت رو محکم کن. بدنت از سر تا پاشنه یه خط صاف باشه. فکر کن داری پلانک میزنی ولی با حرکت. اشتباه 3، لگنت رو میدی بالا. عکس اشتباه قبلی، اگه باسنت بره بالا دیگه سینه ها و بازوات هیچ کاری نمیکنن. لگنت رو بیار پایین. عضلات شکم و کمرت رو محکم کن. خط صاف رو نگه دار. اشتباه 4، نیمه کاره میری. همه شنایی رو دیدیم که آرنج فقط یه ذره خم میشه. اگه فقط چند سانت حرکت کنی، عضلاتت حرکت کامل رو تجربه نمیکنن و رشدی نمیکنن. تا جایی برو پایین که سینت فقط چند سانت بالای زمین بمونه. بعد کامل برگرد بالا. تکرار کامل مساویه با عضله کامل. اشتباه 5، گردنت میفته. خیلی‌ها سرشون رو میدن جلو یا چونه‌شون میفته پایین. نه تنها زشت به نظر میرسه، بلکه گردن هم آسیب میبینه. سر رو صاف و در امتداد بدن نگه دار. چشمات رو به جلو. حدود 30 سانت جلوتر از دستات رو نگاه کن. چونت رو هم کمی جمع کن، جوری که انگار یه توپ تنیس توی دهنت گرفتی. اشتباه 6، دستا رو اشتباه میذاری. پهن‌تر از عرض شونه، سینه عملاً کار نمیکنه. باریک‌تر از عرض شونه، موجات درد میگیرن و فشار زیادی میخورن. دست‌ها رو دقیقاً به اندازه عرض شونه یا کمی بازتر بذار. درست زیر شونه ها وقتی بالایی. انگشتاتو باز کن که تعادل داشته باشی و با کف دست محکم فشار بده. اشتباه 7، عجله میکنی. شنا مسابقه نیست. اگه 50 تا شنای شلخته رو توی 20 ثانیه بزنی، فقط داری خودتو پرت میکنی. آروم باش. پایین اومدن و فشار رو کنترل کن. 2 ثانیه پایین، 1 ثانیه مکس و یه فشار محکم. کیفیت همیشه برنده است. حالا اشتباها رو دیدی؟ بیا با یه برنامه 7 روزه به اسم ریست شنا درستشون کنیم. روز 1، فرمت رو چک کن. با گوشی از خودت فیلم بگیر یا جلوی آینه شنا بزن. هر گندی رو که دیدی همون لحظه درست کن. آهسته و کنترل شده. روز 2، شکمت رو بیدار کن. قبل هر ست شنا 30 تا 60 ثانیه پلانک بگیر. این کار حالت خط صاف بدنت رو تثبیت میکنه. روز 3، آروم و با ریتم برو. 1 ثانیه به پایین برو و 3 ثانیه پایین وایسا. بعد برگرد بالا. اینجوری کنترل دستت میاد و سینت حسابی قوی تر میشه. روز 4، عمیق‌تر بزن. 2 تا کتاب یا تکه چوبو بذار زیر دستات و بیشتر از همیشه پایین برو. بدنت رو عادت میدی به حرکت کامل و بدون خطر. روز 5، آرنج و دستتو تنظیم کن. هر ست با تمرکز کامل روی زاویه 45 درجه. اگه لازم شد بعد هر تکرار دوباره تنظیم کن. روز 6، سر و نفس رو درست کن. چونت رو جمع نگه دار و نفسات رو هم حساب شده. پایین نفس بکش و بالا بده بیرون. ست‌های آروم با نفس کشی عالی رو تمرین کن. روز 7، تست نهایی. تا جایی که میتونی شنای درست و تمیز رو توی ست بزن. با قبلت مقایسه کن. میبینی چقدر قوی‌تر، محکم‌تر و کنترل شده‌تر شدی. خب این بود 7 از بدترین اشتباهات توی شنا و راه درست کردنشون. اگه به دردت خورد ویدیو رو لایک بزن و چنل رو هم سابسکرایب کن و توی کامنت ها بگو که الان حد اکثر شنا چنده. این هم یادت باشه اگه چیزی اصولی بلد باشی پیشرفت میکنی، وگرنه فقط عرق میریزی و هیچی.